سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر املش به شلمان. امروز یک شنبه 17 تیر ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. این ولاگ در ادامه ولاگ رانندگی از رحیم آباد به املشه که هفته پیش در کانال قرار دادیم و لینک اون رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. در این ولاگ ما از مرکز شهر املش شروع و بعد از طی کردن مسیر 10 کیلومتری به شهر شلمان خواهیم رسید. شهر شلمان جزء بخش کومله شهرستان لنگروده که هر کسی قصد سفر به شرق گیلان رو داشته باشه باید از این شهر عبور کنه. شهر املش هم که مرکز شهرستان املشه، شهر زیبایی که بزرگترین تولید کننده چای کشور هم محسوب میشه. بازار هفتگی در این شهر در روزهای سه‌شنبه در نزدیکی مرکز شهر برگزار میشه. این شهر در همسایگی شهرهای رودسر، لنگرود، رحیم آباد قرار داره. از جاهای دیدنی این شهر میشه به منطقه زیبای تابستان نشین، رامکو زیبا، منطقه حالی دشت، حصیل دشت زیبا اشاره کرد. اگر به دیدن زیبایی های شهر املش و لنگرود علاقه دارید حتما پلیلیست مربوط به این دو شهر رو که لینکشون رو هم براتون در قسمت توضیحات موجود کردیم سری بزنید. هوا هم همینطور که مشخصه قصد باریدن داره. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشم با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این هوا و این گردش لذت ببرید.